قورتش بده دیگه. سریع وای چجوری قراره اینو بخوره؟ میخوام ببینم این چجوری میخواد اونو بخوره. بیخیالش میشه یا نه؟ خیلی خوبه تو خودش. چرا نمیتونم نصفش کنه؟ آره هیچ کار نمیتونه بکنه، داره فقط زور میزنه. ولی میتونه بخوره. آره داره میره پایین، ده کجش میکنه وقتی داره میخورتش. داره میره پایین. خیلی دوست دارم بدونم آخرش بیخیالش میشه یا انقدر زور میزنه تا بره پایین. شام داره خفه میشه. یه بار دیگه داره تلاش میکنه. بعد چجوری میخواد اینو هضمش کنه؟ هم اندازه خودشه. بعد وقتی چقدر گشنه است میخواد اینو به زور بخوره. به تاج گفتم الکی که 3:30 باید آپارتمان رو داشتیم که ولم کنن، ترچونگی داشت میکرد. اتاقش کجاست؟ طبقه دوم. میبینه ما رو؟ اصلا پنجره نداره. بخور دیگه کسافت. خورد. میشه ببینیم چی میشه 2 دقیقه دیگه. ببین اینقدر صبر میکنه تا دهنش رشد کنه به اندازه ماهیه بشه. فکر کنم اینجوری اینجا نشسته تمساح بیاد بخورتش. آمیز داره میره پایین. میخوای تو برو تو ماشین.
استاده هست خونه خریده یه جای دیگه، میخواد این خونه اینجاشو اجاره بده، ولی ممکنه خودش هم بیاد سالی یکی دو بار سر بزنه. گفت یه خونه خفن داره رو آب. رو آب؟ آره گفت رو آبه خونش، خودش ساخته، خودش خونه رو ساخته و گفت اون شاید اویلیبل باشه بخواین اونا رو رنت کنیم. گفت آره ولی پول نداریم نمی‌کنه که بخوام این خونه رو. اوه خیلی گناه داره پرنده، واقعا دارم براش میسوزه. فکر اینطوری بخوره. یعنی تنها چیزی بوده که تونسته شکار کنه همینم، اینقدر گنده بوده داره میمیره. وای اسم میکنم تو گلوش گیر کرده، این تیغاش هم رفته تو گلوش، نمیتونه نه درش بیاره نه بخورتش، هیچ کار نمیتونه بکنه، داره میره پایین. گلوش هم بک شده. فقط دومش خفه شد نه؟ فکرم داره خفه میشه پرنده. سینا هر روز این کارو میکنه، چرا فکر میکنی؟ رفت پایین؟ نه بابا دومش تو حلقشه، گردنش شبیه ماهی شده. رفت پایین؟ نه دومش بازم هنوز تو دهنشه، نمیتونه، تیغاش برعکسه دیگه، اگه بخواد بالا بیاره جر میخوره گردش. در این کیسه زوالم دهنشو باز کرده بالا پایین میکنه بره تا تخت. بهترین چیزیه که تا حالا تو فلوریدا دیدم. من فقط منتظر اینم که یه دونه الیگیتور بیاد بیرون از آب بخورتش. بعد 2 تا تومه رو خورده همزمان الیگیتوره. تموم شد؟ آبم داره میخوره. خیلی خوبه. ما خیلی بامزه است، آبم داره میخوره بره پایین. نوشه جان. ولی واقعا تو کفم که چجوری اونو قراره هضمش کنم.